این بشکه‌های مخصوص شیرکشانی وقتی که به ماشین پیوست می‌شوند چرخ تاب خورده کیفیت شیر گم نمی‌شود. بخش دیگرش شیر را سرد نگاه داشته از ویرانشوی نگاه می‌دارد. خورشید نماینده شرکت شیر بختر صاحب یک بشکه مخصوص شد که شیر را بدون ویران شدن به کارگاهش می‌آورد. ما ماشین قط می‌آوردیم تا آوردن اون ترش میشد. مقصد از این چیز خوبه که مقصد هم اخلاقی تل دارد اخنی میکردگی. مقصد اینویه قم سنگیر شرطوز بیشکن می‌آوردیم وقت توی می‌آوردیم ترش میشد تایستون نده مقصد زمستون خیلی قنه تایستون اصلا. این دستگاه‌ها به شرکت‌هایی که محصولات شیری تولید می‌کنند از سوی یک لایحه یوسید اوید بر رقابت‌پذیری اگروبیزنس در تاجیکستان تقدیم شد. این بشکه‌هایی که می‌بینید برای آوردن شیر و سر نگاه داشتن است. لایحه در نقشه گرفت که 7 تا بشکه را خریداری کرده و شریکانش دهد که آنها تولیدی محصولات شیری کار می‌کنند. کارگاه‌های محصولات شیری می‌گویند که آنها شیر را از دوردست‌ترین دهات از مردم خریداری می‌کردند. صدها لیتر شیر در گرمی هوای ختلان که تابستان گاه بیش از 50 درجه می‌رسد زود ویران می‌شوند. با پیدا شدن بشکه‌های مخصوص نه تنها شیر را با کیفیت خوب نگاه می‌دارند بلکه حجم خریداری آن از ساکنان دهات بیشتر می‌شود که درآمدی خوب به ساکنان بیکار و چاره‌داری دهات خواهد بود.